سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان گرامی. با یک موضوع دیگر می‌پردازیم به نام Longest Repeated Subsequence Problem. این مشابه به Longest Common Subsequence است. خب ما تشریح میکنیم چی است، بعدا شما که بیشتر اطمینان داشته باشین. فرضاً اگر ما بنویسیم مثلا A و B. خب بعض اوقات ما پرسان میکنیم که مثلا دمی جمله یا دمی کلمه ریپیتیدش کدام حروف بیشتر بوده و طولانی ترینشان کدام است. خب اول شرط از این مشکل همی است که باید از یک بار حتما بیشتر تکرار شده باشن، یعنی 2 بار 3 بار 4 بار. و شرط دومش نیست که مثلا به این قسمت اگر ما بخوایم که longest common longest repeated شنشتر بکنیم، این جواز نداره که مثلا ما عین A و B را اینجا بیاریم که و اندکسشان یک چیز باشه. مثلا ما A و B آوردن نمیتونیم، چرا که اینی A و اینی A اندکسشان یکیست. اگر اندکس گذاری کنیم مثلا این اندکسش 0 است، از یک است، از این دوست، از این سه. وقتی که بیاریم هم نمیتونیم که مثلا یک سابسیکونس بیاریم که اگر ما اندکس گذاری کنیم عین اندکس دوباره برقرار شود. اگر ما عین چیز بیاریم 0 1 2 3 که عین چیز میشه، پس در این صورت مجاز نداره. یعنی وقتی که این دو تا بی را میاریم ما باید این سیکونسشان قسم شود که اگر اینی بی 2 و اینی 3 است، باید اینی قسمت این دو عین موقعیت با این دو حاصل نشه. یعنی اگر مثلا دو تا حرف اینجا میه و اینی دو میشه دو و با این دو عین موقعیت و عین اندکس میگیره، این درست نیست. فقط وقت میشه که اندکس هایشان مختلف باشه. یعنی اگر ما اندکس گذاری کنیم 0 1 2 3 این مثلا 2 میشه، اینمی نباید بی با اندکس 2 اینجا قرار بگیره. خب وقتی که ما در نظر بگیریم پس چی کار باید کنیم؟ ما باید این قسم کنیم که مثلا این اتعاده میشه که A و B این الان براتون میگم چرا. مثلا اگه این اندکس شد مثلا ما 0 تعیین کنیم، از 1 تعیین شود، از 2 تعیین شود، از 3 تعیین شود، باز مثلا ما اینی را نمیتونیم که اینی A0 هم اینجا بیاریم. در حقیقت اگر مثلا ما برای کدام از یک کد در نظر بگیریم 0 1 2 3، پس ما باید قسم کنیم که اینمی عین 0 در اینجا 0 نباشه، یا عین 0 که مثلا در اینجاست A0 نباید اینجا ما A0 اول بیاریم، یا اصلا هیچ آوردن نمیتونیم. پس در این صورت ما چی کار میکنیم؟ A1 تنها آورده میتونیم که میشه A1 اینی قسمت. یعنی اینی را اینجا میاریم ولی اینی را آورده نمیتونیم، چرا که اگر این را بیاریم عین موقع عین اندکس ها میشه و در این صورت جواز نداره. فقط در صورت میشه که مثلا ما اندکس مثلا اندکس هایش با هم برابرگی عین مطابقت نداشته باشه. مثلا اینجا 0 از 0 نباید باشه، ما باید یک بگیریم. و این مطلب در دو اینجا بی مثلا یه 2 داریم و 3 داریم. در این صورت اگر 2 و 3 رو در نظر بگیریم ما نمیتونیم مثلا این رو بیاریم بگوییم که از دو اصلا نیست، چرا که اگر از دو رو بیاریم این مثلا قسم میشه که اولین بی ما اینجا اندکسش 2 است، یا مثلا 2 دانه بی داریم و اگه این اینجا بیاریم عین چیز میشه دیگه. ما اول میاریم دوم که کار اشتباه است. ما نباید کار کنیم اول آورده نمیتونیم، ما باید حتی از اول باید صرف نظر کنیم، چرا که قانون ما درست پیدا شه و باید دومش بیاریم یا مثلا سومش بیاریم به این حساب. پس در اینجا لانگست کومنتش مثلا اینمی فقط اینمی A و B میباشه، چرا که اندکس از دی میشه 3، چرا که ما این دی اینجا آوردیم و نباید مثلا از بین بی ها اولیش اول بیاریم، باید مثلا اینجا 2 میشه که اندکسشان، یعنی اگر تنها ما به اندکس مثلا تنها بی را اندکس گذاری کنیم مثلا این 0 و 1 در نظر بگیریم، پس در اینجا اگر ما اینی رو بی را اینجا بریم بازم اندکس زو 0 میشه و اگر بی دوم بیاریم اندکس زو 1 میشه. پس در این صورت کار غلطه. فقط ما کار میکنیم که مثلا این بی دومه که اندکس 3 است و اگر تنها بیار در نظر بگیریم اندکس 6 است، این در نظر میگیریم اندکس های خودشانه. فقط یک اینجا میاریم
که وقتی که بعدن کار میکنیم دیده میشه که فقط ما اونمو دومیشه یا اونمو اندکسش که یک است ما مد نظر گرفتیم و اونوز که اندکسش صفر است که اگر می آوردیم این چیز میشد که صفر یک فقط کپی میکنه و درست نیست. خب مثلا ما اگر یک تصویر نگاه بکنیم فرضاً ما بریم اگر در این تصویر ما ببینیم مثلا ای صفر است ای یک است ای دو بی دو است بی سه است و این مطلب این از طریق داینامیک پروگرامینگ حل میکنیم که ای صفر ای یک ای بی دو بی سه. خب خانه های اولشان صفر نمیباشه چون که اینجا صفر هستن. بعد از او مثلا ما اینمی از طریق داینامیک پروگرامینگ در نظر میگیریم که اگر ای صفر و ای صفر بود چرا که ای صفر و ای صفر دو دانه مشابه است و نباید دو دانه مشابه با این اندکس با این کلمه بیاید. پس در این صورت ما از مکزیمم این دو دانه یک تایشان میگیریم که صفر میشه. و همچنان اگر ای را که ای در نظر بگیریم ای دومی این اندکس یک است ای صفر است. پس در این صورت یک چانس است که مثلا ما یک سابسیکونس پیدا کردیم پس در این صورت یک جمع اینی دایگنال میکنیم. و این مطلب برای بی ای و بی چون مخالف هستند ما از این کدام تطابق حاصل نمیشه. پس ما از اهمیت دو دانه که این قسمت ای مثلا منفی ای آیا جیش منفی یک میشه ما در نظر میگیریم و با اینی و اهمیتش در نظر میگیریم و نشته میکنیم و تیرکشان میبینیم که سون است. و همچنان این با بیتری همچنان ای صفر با بیتری وقتی که ایوان با ای صفر در نظر میگیریم چون دو دانه حروف هستن مشابه هستن ولی اندکس هاشون فرق داره آورده میتونیم میشن. پس در این صورت یک جمع دایگنال میکنیم و اینی ای را با اینی ای چون هر دویش اندکسشان یک چیز واقعا مشابه هستن ما فقط از این چیز را جمعش نمیکنیم از دایگنال اینی قسمت های ای یا اینی ما اهمیتشان در نظر میگیریم و میاریم. و همچنان ای یک با بی تو این مطلب اهمیت از دو تا را و اهمیت دو تا را و ای یک با بی تی اهمیت دو تا را. خب تا آخر وقتی که ما میرسیم که میشه دو یعنی لنتشان دوست یعنی سابسیکونتشان لانگستشان دو کلمه است. دو کلمه چی رقم میشه که ما فقط میبینیم که این کدام طرف از کدام طرف تیر آمده. وقتی که میبینیم تیر از این طرف آمده خب پیش میریم وقتی که میبینیم این به طرف بالا میره و کم میشه پس در اینجا میبینیم که وقتی کم شد و اینجا زیاد شد و همچنان دایگنال بود پس اینی میگیم که خود از اینی عنصر است که ما پیش میگردیم یعنی بی تو. این بی تو مقسم نیست یعنی بی. پس ما در اینجا خب در اینجا درست نمیه فقط ما در نظر بگیریم بی. بعد از این به طرف بالا میره وقتی که به طرف بالا رفت خب همینجا نشته کنیم بهتر است مثلا بی. بعد از او ما بریم به طرف بالا وقتی که بالا رفتیم این از یک جهت حتما خود از این هم می آید. وقتی که ببینیم شاید از این طرف آمده باشه چون بی تو امرای اس حتما از این دانه گرفته پس این به طرف بالا شاید امکان داره رفته باشه از این طرف گرفته باشه مشکل نداره ما به طرف بالا میریم. وقتی که بالا رفتیم میبینیم که این از دو جهت است ما هم این طرف رفته میتونیم و هم این طرف رفته میتونیم. خب اگه این طرف هم بریم دوباره اینجا یکی کم میشه و اینجا یک دانه زیاد شده که مشکل نداره یعنی با این نتیجه میرسیم اگه این طرف بریم باز هم اگه خب ما این طرف میریم یک در نظر میگیریم A و A. وقتی که A و A مثلا این قسمت طرف صفر رفت دایگونال اینجا حتما یک چیز جمع شده یعنی تطابقات وجود داشته. پس در این صورت اینمی A حرف دومش میباشه که از راست به چپ نشته میکنیم این A هم حرف دومیشون. پس longest repeated subsequence problem اینی کلمه A B B فقط دو حرف است A B A و B یعنی A و B یعنی بین از جا longest repeated هستند و با این شکل به شکل داینامیک پروگرامینگ ما را کار میکنیم. و قانون
یک جنبندی میکنم و قانونش قسم میشه که ما وقتی که میخوایم پیدا کنیم کلمه را به این شکل نشان میکنیم این مطلب این طرف و چون این صفر است این طرف هم صفر نشان میکنیم و این طرف هم و داره بعدا ما از اینجا شروع میکنیم اگر این اندکس داشت یا اینی کت حروف مختلف یک جای شد یا با این حرف با این اندکس یک جای شد ما از اهمیت دوتا اینجا را نشته میکنیم اگر اینه که مثلا این حرف بود ولی با اندکس های مختلف یک جمع دایگنالشان میکنیم و تیر طرف دایگنال میکشیم و اینم تو به این سلسله پیش میریم چون مختلف است چون A و امرای B مختلف است از دایگنال ای دوتا و اگر اینه که A صفر با A یک چیز بود و اندکس هاش مختلف یک جمع از اینی میکنیم و تا آخر یه طولشان هم میکشه و سلام باشید.